سلام دوستای عزیز، بازم به کانال یوتیوب ساینمکس خوش اومدین. دوستای یک ویدیوی آموزنده است. خانم به شما شرط میمونه که یا که مد خانم باشم و یا هم که پدر و مادرتون از خونه بکش. اما شوهرش یک صحنه میسازه که نشان میده که پدر خودشون رو عروسش از خونه بیرون میکنه و زن میبره اونجا. خانم خدا که صحنه رو ببینه، بعد زن از شرطی که برای شوهر خود مونده بود پشیمان میشه. دوستان، کسی که در این شرایط قرار بگیره واقعا سخت است، اما انتخاب درست پدر و مادر است، نه همسر. دوستان همیشه قدر پدر و مادر خود را بدانید، هیچ وقت کسی جای پدر و مادر را پر نمی‌کند. از ویدیو خوشتون آمد لایک، فالو و کامنت یادتون نره. دوستان عزیز، وقتتان خوش. در این خانه برای من جای نیست. به خانه پیران سالان میروم. اکا یانگه او دادم از خونه خودشون پیش میکنید؟ این چی گفت خودش؟ آخه چیکار کنم؟ زنم نمیخواهد که پدرم با ما باشم. بعد شما چی؟ سری خود را خم کرده شته؟ شما مردک نه، شما لطه. اگر من مانعی خوشبختیشان باشم رفتنم بهتر. یانگه از برای خدا آخه این کارو نکنید. او دادم چی گناه دارم؟ مردک آخر با آنها فهمانید، آخر این کار بی انصافی است. انصاف میگویی؟ کی به تو حق داد که به شوهرت شرط گذاری تا که او پدر و مادر را از خانه پیش کند؟ کی به تو حق داد که نسبت پیران سالان چو اوباش رفتار کنی؟ این است انصافی تو؟ پدر و مادر برای هر یک فرزند با انصاف مقدس است. تو این را میفهمی؟ ما به دیده نرو. ما این صحنه را ساختیم تا که عقل تو درآید، فهمی چی کار کردی. چی؟ این صحنه بود؟ همش ساخته بود. شما این را تشکیل کردی؟ اما همین خیلی نشان دهید که گویا کلینتون شما رو از خانه پیش میکنند. خب حاضر ما میریم. دخترم، من به تو هم پدر هم مادر تو رو با مهر و محبت کلام کردم. آینده فکر کن، سری من رو خم نکن. من خطاگیمه فهمیدم دادا جان، دیگر تکرار نمیکنم. بخشش مهم تو خطاگرد رو فهمیده. بیایتون خانه داریم. بیایتون گذاره مرمت خواهر جان بخشش